فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادری از روستای مدانج فکر کنم در بلوچستان پرسیدن که ببخشید یه سوال داشتم، اهدای خون روزه را باطل می‌کند یا نه؟ درباره اهدای خون به اصطلاح روایات متفاوتی وجود داره بر اساس اون مبنایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن افطر الحاجم والمحجوم، که اون کسی که حجامت میکند یا اون کسی که حجامت میشود هر دوتا روزهشون شکسته. بسیار از فقها معتقد به این هستند که حتی حجامت در ماه مبارک رمضان بر اساس این حدیث هم که حدیث صحیح هست در واقع شکننده روزه هست و این اهدای خون رو هم قیاس کردن بر همین به اصطلاح حجامت و بهتر این است که به اصطلاح حجامت رو به تأخیر بیندازند و هم به اصطلاح اهدای خون رو، گرچه برخی از فقها هم این فتوا رو هم دادند که شکننده روزه نیست و روزه درسته، منتها به خاطر احتیاط، به خاطر یک حدیث هم در این صورت در این زمینه وجود دارد و بسیار از فقها هم این فتوا رو دادند، احتیاط کردن در این زمینه بهتر است.